داستان مناجات کردن شبان با حق تعالی در عهد موسی علیه السلام. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله. اما راویان اخبار و ناقلان آثار چنین حکایت کنند که در عهد حضرت موسی علیه السلام پیرمرد پاکدل و یکتاپرستی بود که به کار شبانی و دامداری اشتغال داشت. مردم گوسفندان خود را به او می سپردند تا همراه با بزهای خود به مراتع سرسبز کوهستانی ببرد. او هر روز همچنان که همراه گله بزها و گوسفندها به کوه رفت و آمد می کرد، در خاطر به خدای بزرگ می اندیشید و از دل و جان با سوز و گداز راز و نیاز می کرد و چنان خدای بزرگ را حاضر و ناظر می دید که او را مخاطب شفیق خیش قرار می داد و می گفت ای کاش این سعادت را می یافتم که می توانستم همه بزهای خودم را قربانی تو کنم و مابقی عمر را به غمخواری تو سرگرم باشم. ای کاش به خانه ام می آمدی تا صبحانه و شام برایت روغن و شیر می آوردم، نان و پنیر تهیه می کردم، جای خوابت را می انداختم، جامه هایت را می شستم، سرت را شانه می کردم، لباست را رفو می نمودم و هر خدمتی که از دستم برمی آمد در انجامش کوتاهی نمی کردم. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. اتفاقاً حضرت موسی که برای عبادت پروردگار به کوه رفته بود آه و ناله این شبان را شنید. از غاری که در آن نشسته بود بیرون آمد و به هر سو نظر انداخت. چوپانی را دید که از صمیم قلب در حال راز و نیاز است. به سرعت خود را به او رساند و از او پرسید آنچه را که میگویی با که میگویی؟ شبان عرض کرد با خالق آسمان ها و زمین. زین نمط بیهوده میگفت آن شبان، گفت موسی با کی هستی ای فلان؟ گفت با آن کس که این چرخ آفرید، این زمین و آسمان زو شد پدید. گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. حضرت موسی بسیار غضبناک شد و به او گفت چرا ادب را رعایت نمی کنی و سخنان بیهوده می گویی؟ مگر خدا عمه و خاله توست یا تن و بدن دارد که محتاج پوستین و رخت خواب باشد؟ با که می گویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم و حاجت در صفات ذوالجلال؟ آنچه میگویی کفر و شرک است و بیم آن می رود که خداوند غضب کند و آتش فتنه‌ای به پا شود و مردم بسیاری آسیب ببینند. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. با نهیب حضرت موسی شبان شوریده دل به خود آمد و ذوق سرمستی از سرش پرید و نطقش کور شد. نادم و پشیمان رو به بیابان نهاد و در حالی که دور می شد چنین زمزمه می کرد. گفت ای موسی دهانم دوختی، وز پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. بعد از رفتن آن شبان شوریده دل خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که ای موسی به سبب سختگیری و تندی تو آن بنده دل شکسته از ما جدا شد. مأموریت و رسالت تو وصل کردن دلهای بندگان ما به ماست، نه جدا کردن آنها. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. او شبان پاک نهاد بی سواد شوریده دلی است که با زبان و اصطلاح خود با ما راز و نیاز می کند. آنچه او می گوید در نظر ما عین ارادت است.
هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. ای موسی، مردم هند با زبان خودشان و مردم سند با زبان خودشان با ما راز و نیاز می کنند، اما ما به زبان مردم کاری نداریم، با دل آنها کار داریم. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ای موسی، مردم عاشق زبان دیگری دارند و با آن زبان با ما راز و نیاز می کنند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. وقتی حضرت موسی این عتاب خداوند را به گوش جان شنید، بیدرنگ در این سو و آن سوی بیابان در جستجوی آن چوپان دل شکسته دوید. بالاخره او را پیدا کرد و به او مژده داد که دل نگران مکن و به هر طریق که خود می‌خواهی با خدا راز و نیاز کن که خداوند به عشق پاک تو توجه دارد. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو. اندرز این داستان اینه که خداوند به دل آدم نگاه میکنه. دعا وقتی به درگاه خداوند متعال کارگر میشه که ارتباط قلبی با خداوند برقرار بشه. وقتی انسان از روی استیصال، از روی عشق، از روی نیازمندی در خدا رو بکوبه، خداوند در رو روش باز میکنه. خداوند حاضر و ناظره. این کسانی که مقید به لفظ هستند و دعا میکنند و دعاشون مستجاب نمیشه، از اهمیت ارتباط قلبی با خداوند بیخبرن. این فقط روی تلفظ کلمات عربی، کلماتی که بلد نیستند و معنیش هم درست شاید نفهمند، تکیه میکنند و تصور میکنند که اگر این کار بکنند این شرط کافی برای قبول عبادتشونه، در حالی که مولانا به ما میگه که خداوند برون رو نگاه میکنه و حال رو، برون رو نگاه نمیکنه و قال رو. این اون درس بزرگیه که مولانا به همه میخواد بده. خداوند نزدیکه و دعای دعا کننده رو اجابت میکنه، به شرط این که اون دعا کننده ارتباط قلبی با خداوند برقرار کنه. از جانب دیگه مشاهده میکنیم که یک شبان شورید دل ژولید لباس چه مقام قربی نزد خداوند داره که به خاطر دل شکسته او خداوند پیغمبر خودش رو عتاب میکنه و بهش یادآوری میکنه که تو مأموریتت این نبود که او رو از درگاه ما برونی، تو برای این اومدی که مردم رو به ما وصل بکنی. کسی که شکست دله او در مقام قرب ما جا داره، تو نمیتونی به اون ایراد بگیری. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. آتشی از عشق جاودان برفروز، سر به سر حرف و عبارت را بسوز.